با کمال احترام میخوان اگر واقعا میدونید که پسرتان جای راضی است، دختر دوست داره، عاشقش است، محبت داره برش، بگذارید، ممانعت نکنید، اجازه بدهید که او رو به عقد نکاحش در بیاوره، یعنی اقدام به ازدواج بکنه. برعکس این قضیه اگر عیانا دخترتان میدانید که پسر را دوست داره، ممانعت نکنید، اجازه بدهید، یعنی اجازه بدهید که ازدواج بکنه. بنابراین این از جمله مسائل بسیار مهم است. اکثریت جنجال ها، اختلافات، مشکلات خانوادگی به اساس این همین قضیه است. یعنی وقتی که نارضایت ها پیش میاد، وقتی که به اصطلاح ازدواج تحمیلی و اجباری صورت میگیره، در زندگی میبینی یک سلسله مشکلات پدید میاد. پس خواستم از عزیزان است که او جوانان عزیزی که واقعا دختر دوست دارین و مورد پسندتان هست و مطمئن هستید که با او زندگی خوب و خوشی را آغاز میکنید، قانع بسازید پدرتان مادرتان به اقدام بکنید برای ازدواج. تنها راهی رسیدن به کسی که دوست دارین از نظر اسلام فقط همون ازدواج است. و از پدران و مادران عزیز خواستیم است که تحمیل نکنید سر فرزندانتان، زندگیشان را خراب نکنید و مشکلات دوچار نکنید اونها را. اگر واقعا دخترتان جای رضایت داره، پسرتان جای رضایت داره، خودتان هم موافقت بکنید. او دختر شماست که با او طرف زندگی میکنه یا او پسرتان است که با او خانم زندگی میکنه، شما که نیست. نباید زندگی اونها را با دست خودتان خراب بسازید. پس اگر واقعا حقیقتا دو طرف با هم رضایت دارن، این چیزی است که مخالف اسلام نیست، یعنی مخالف دین نیست و یکی از جمله موارد ضروری در نکاح هم بحث رضایت است. و رسول الله صلی الله علیه و آله میگه حتی کسی اجازه نداره که یک دختر عاقل بالغ بدون اذن و اجازه شو به عقد کسی در بیاوره، در صورتی که رضایت نداشته باشه. پس امیدوار هستم پیام گرفته باشید، موفق و کامیاب باشین. السلام علیکم و رحمت الله.